امروز در شهر توکیو مراسم قرعه‌کشی مسابقه جودو در دایره بازی‌های المپیک تابستانه برگزار شد و تمام جودوچیان اشتراکچی حریفان خود را پیدا کردند. قبل از انجام قرعه‌کشی مسئولان عرصه جودو و برگزار کنندگان مسابقه سخنرانی کرده مقررات و ترتیب برگزاری رقابت‌ها را ارائه نمودند. ابراز گردید که اولین بار در بازی‌های المپیک رقابت‌های دستوی در جودو دایر خواهد شد و در مجموع 393 جودوکار اندر میدان رقابت خواهند شد که از این میان 201 نفر مرد و 192 نفر را بانوان تشکیل می‌دهند. بانوان در وزن‌های 48، 52، 57، 63، 70، 78 و به اضافه 78 کیلوگرم و مردان در وزن‌های تا 60 تا 66 تا 73 تا 81 تا 90 تا 100 و به اضافه 100 کیلوگرم نیرو خواهند سنجید. در میان جودوکاران 4 نفر پهلوانان تاجیک هم اشتراک دارند که حریفان آنها نیز در مرحله مقدماتی معین شدند. از جمله در وزن 73 کیلوگرم که از همه بیشترین تعداد ورزشکاران در آن حضور دارند که در میان آنها شاهی آنای ژاپنی، آروجوف آذربایجانی، انچنگرینی، کره جنوبی و لاشا شادواتاشویلی از گرجستان میدانداری خواهند کرد. سامان محمد بیکوف هم به میدان خواهد برآمد. وی در این وزن با احمد علیکی از دسته گریزه ها نیرو خواهد سنجید. احمد علیکی با اینکه در مسابقه جهانی و گرند سلم و گرند پری ها 11 بار اشتراک کرده است اما دستاورد قابل توجه فعلا ندارد. در وزن 81 کیلوگرم نیز ورزشکاران معروف نظیر ساگی موکی، ماتیاس کاسی و جودوکاری گرجی تاتو گریگالاشویلی به میدان برآمده. در این وزن اکمل مرادوف در اولین نیروسنجیش با جاشتر اندریو از کشور گوام قوه آزمایی میکند. این حریف 23 ساله اکمل در 20 مسابقه بین المللی اشتراک نموده، یک بار در مسابقه های قهرمانی پیروز شده است. جودوچی دیگر تاجیک کامرانشاهی استوپریون در وزن تا 90 کیلوگرم در دور مقدماتی با الکس کلرگت از کشور فرانسه اندر میدان رقابت خواهد شد. حریف پرتجربه او در مسابقه های زیاد اشتراک داشت و 2 بار غالب گرند پری ها، 4 بار غالب مسابقه کشادی قهرمانی شده است و صاحب نقره ماسترز هم هست. همچنین در وزن به اضافه 100 کیلوگرم اندی گراند از کشور کوبا با تیمور رحیموف رقابت خواهد کرد. این ورزشکار 29 ساله کوبا هم تاکنون در 27 رقابت‌های بین المللی اشتراک نموده، صاحب نشانی طلای چمپیونات قهرمانی و جام قهرمانی شده است و صاحب نشانی نقره گرند پری جودو هم می باشد. در این وزن یادآور میشیم ورزشکاری از همه معروف عالم تدی رینری فرانسوی به میدان خواهد برآمد. یادآور میشیم رقابت‌های جودو در بازی المپیک توکیو 2020 از 24 ایول آغاز شده. اولین ورزشکاری تاجیک سامان محمد بیکوف خواهد بود که روز 26 ایول در وزن 73 کیلوگرم به میدان میبراید. ورزشکاران تاجیک تا آن زمان مشق و تمرین‌های خود را در مکان‌های معین گردیده در کشور ژاپن ادامه خواهند داد. ضمناً طبق ترتیب مسابقه ها رقابت‌های مردان از دور 31 نهایی و نیروسنجی‌های بانوان از دور 16 یک نهایی آغاز خواهند شد.